دوستای عزیز، در قسمتی از برنامه یکی از موتورهایی که بسیار در این روزا شهرت خوبی داره در بین مردم، یعنی مدلش بسیار بالا هسته، هایلکس هسته که اینا از کمپانی خلیج وارد افغانستان میشه و این موتور که هسته مصرف تیلش هم دیزل هسته و هم پترول و مردم بیشتر میگه که از پترول استفاده میکنه و این موتور 2010 هسته. قیمتی که موتور هم داره بسیار قیمت بالایی هسته که $14,000 آمریکایی میایه و همچنان پلیتی که موتور داره پلیت دائمی هست، این استیکر نیسته. و برای معلومات بیشتر با حاجی صاحب که میخواه این موتور به فروش گذاشته صحبت های می داشته باشیم. حاجی صاحب خسته نباشی و همچنان میشه که در مورد این موتور آیلکس برای دوستای ما معلومات بدید. این آیلکس خود 2010 مدلش است، پترول. این حساب ژاپنی است، خب از برای خلیج جور شده، خلیجی باز خوبش است، دیگه خوش میکنه مردم. دیگه دیزل هم است و پترول هم داره. دیگه این موتور پترول است، با سیت بورد سرخ میاد. یک رقم سیت بوردش فولادی است، باز مردم ها که خوش میکنن سیت بورد سرخشه. این موتور 3 ساله پاک برش مردم میتیم، رنگ سیاه، تکر نداره. 14,000 روپه، خب مقصد شدش میشه 13,000 روپه به مردم میتیم. رنگ سرخ میایه. در این 2 رقم سیت بورد میایه، یکی فولادی میایه، یکیش سیت بورد سرخ. با سیت بورد سرخش مردم زیاد خوش میکنه. و این موتور خود در این خود رنگ‌های مختلف است، خود زیاد که خوش میکنه مردم رنگ سفید و سیاهش خوش میکنه. معمولا چند رنگ رو داره؟ رنگ خود 4-5 رنگ زیاد میایه، اصل رنگ نقره‌ای است، رنگ سیاه است، سفید است. اینمی رنگ‌ها زیاد میایه. نظر به رنگ آیا قیمتاش هم فرق داره؟ قیمتاش فرق داره. سفید و سیاه مردم زیاد خوش میکنه، نقره‌ای و دیگه رنگایش با 2,000 3,000 1,500 تو تفاوتش است. بله. قیمتش زیاد است. و نظر به مدلش که 2010 هست، مثلا مدل‌های جدیدش وارد بازار شده، یا قیمت‌ها اینا نسبت به گزافتر میاد؟ دیگه خب باز دیگه موتورات تا 2022 هم آیلکس آمده. دیگه اینا خود مقصد از ما 2010 مدلش است. موتورش بی تکر است، ستره است، -4 است، 3 سال پاک است. تایر و ویل کپ هم چیز جور است، امور شدش میتیم 13,000 روپه. کلدار خود شکر خلاص شدیم از کلدار. یک زمانش بسیار رواج بود، به او خاطر ما معمولا در غزنی زندگی کردیم، بیخیک سرکارم با کلدار بوده به او خاطر. نه در غزنی گپی توست در ولایت‌ها کلدار بود، خود شکر حال فضل خداست که امارات آمده. اما افغانی و دلار کل چی شکلگی بند کرده، دیگه اینا رو خرید و فروش بسیاری وقت به افغانی ما میکنیم. افغانی و دلار فهمیدیم دو چیز زیاد میکنیم. خرید و فروشی موتورها چطور هست نسبت به موتورهای دیگه؟ والا زگاه کده آیلکس مردم زیاد خوش میکنه، هم 4 سالند است، مصرفش کم است. مصرف از چطور کم است؟ از موتورها قوی 4 سالند است، از فورونرا کده باز آیلکس مردم زیاد خوش میکنه. باز هم مردمای قماندان و وظیفه دارا مردم ها زیاد خوش. معمولا این موتورهای نفرای سیاستمدار هست، کسایی که واقعا در چوکی دولت بادیگاردایش پیش سرش چوکی ها می داشته باشه، بادیگاردایش میشینه. دیگه موتورهای آیلکس بهترین موتور است، خوب موتور است. بسیار خوب. باجیس بیاین در مورد تایر ازی، چوکی های ازی خیلی ستره است. سیت بوردش هم برای تانی چی میکنم، خیلی ستره نو موتور است. دیگه این موتورها کلید داره یا که با فینگر روشن میشه؟ روی موتی هست؟ کلید است، گیر است. دایی اتومات هم میباشه، موتورها خوی موتورهای گیر است. مدل اتوماتش هم آمده؟ این موتورها اتومات هم داریم، خوی موتور گیر است. اتوماتش مدل های جدید هست؟ اتومات باز یک قیمتش از 2,000 روپه 3,000 روپه باز قیمت میه. اون قیمتش بالاتر هست. مردم در شهر کابل باز اتومات خوب، در ولایت ها باز گیر خوش میکنه زیاد. چطور در ولایت گیر انتخاب کرده؟ سفر دور که میره مردم از گیر آسوده میباشه. باز همین شهر کابل که از مردم ایچی را خوش میکنه، اتومات را خوش میکنه. خب معمولا آدم باید موتور بگیره که در ولایات در داخل همه جا بتونه امروز سفر کنه. خب عزیزان دل، داخل موتور بسیار داخلش مقبول بود، زیبا بود، فضای آدم که داشت اونجا خیلی راحت می بود. و از آجی صاحب بسیار زیاد تشکر. اگر کدام حرف پیام داشته باشی آجی صاحب، کامرای ما در خدمت میشه، بگوی. خیر ببین، زنده باشی. پیام ما با مردم کابل ولایت ها کلگی است که دمی پیشم گفتم میته دمی مصاحبه اول که دمی کمپانی از کلگی که چی کده کابل کده از حساب کوتل و قصبه
برچی از کلگی کده در کمپانی موتر هم ارزان پیدا میشه، هم خوب موتر است، بابای است. دیگه ما کلگی مشتری ها را میگیم که بیاین به کمپانی، انشالله موترهای مناسب در خدمتتان میگذاریم. تشکر، سلام باشین حاجی صاحب، ممنون، سلامت باشین. دوستای عزیز، این بود برنامه امروز ما که تقدیم شما کردیم. با حاجی صاحب رفیق مصاحبه های زیادی داشتیم در مورد موتورهای مختلف، با شما صحبت کردیم، با ایشان صحبت کردیم، معلومات دادیم برای شما. ان شاء که از برنامه مستفید شده باشین. و موتور فروشی صاحب زاده منگل بود که در اینجا موتورهای بسیار خوب هست با قیمت‌های مناسب. اگر خواستین موتور بگیرین میشه از اینجا خریداری کنین. تشکر، سلامت باشین، وقت شما خوش.